چرا عربستان وسط صحرا یک پروژه 1000 میلیاردی رو استارت زده؟ رازش چیه که این همه هزینه کرده برای آوردن سلبریتی‌های بزرگ دنیا که همه جا وایراله؟ در گوشه شمال غربی عربستان در یک بیابون بی‌آب پروژه‌ای در حال ساخت به نام نو که شامل 5 تا شهر مختلفه که هر کدوم کاربری‌های متفاوتی داره. یکی قراره به یک بندرگاه بزرگ تبدیل بشه که عربستان رو به تمام دنیا وصل کنه. یکی قراره به یک مقصد تفریحی برای ثروتمندان تبدیل بشه با هتل‌های بسیار مجلل و حتی پیست اسکی و دریاچه مصنوعی. و اما جنجالی‌ترین شهر اونها لاین نام داره، شهری که 170 کیلومتر طول داره و برنامه‌ریزی کردن که حداقل میلیون نفر در اون زندگی که با انرژی خورشیدی و هوش مصنوعی کار کنه. اما سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چرا بن سلمان داره قمار میکنه و روی پروژه‌ای کار میکنه که اکثر رسانه‌های غربی غیر عملی میدونن. طبق پیش‌بینی‌های سازمان بین‌المللی انرژی تقاضای نفت تا سال 20 یعنی تقریبا 5 سال دیگه به اوج خودش میرسه و بعدش به شدت یک روند نزولی رو طی می‌کنه. و بن سلمان هم به خوبی فهمیده که نفت در آینده دنیا جایی نداره. تصمیم گرفته دست به همچین قماری بزنه که در آینده اقتصادشون بر پایه جذب توریست باشه، نه. و از اون طرف با تبلیغات به سبک غربی و به حاشیه بردن اسلام در عربستان سعی در جذب سرمایه‌گذارهای خارجی دارن مثل دبی. حالا نکته چیه؟ مفهومی به نام آینده پژوهی. اگه الان درآمد دارید یا ندارید هیچ تضمینی وجود نداره در آینده هم درآمد داشته باشید، در صورتی که روند تغییرات بازار رو شناسایی نکنید. پس حتما در نظر داشته باشید باید حداقل هر 6 ماه یک بار آینده پژوهی رو در دستور کار خودتون قرار بدید. با این همه مثال و داستان توی پیجم محال بیزینس مستر نشید.